درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با آخرین خبرهای روز پیشکش میکنیم. امروز 31 آگوست است. نگاه به محتوای برنامه. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت به صف نیروهای مسلح آغاز می‌یابد. مثل سالهای پیشین با جنجال و کشمکش و سرباز شکار همراه خواهد بود یا نه؟ امریکا و ایران دیگر باره به یکدیگر حمله کردند پس از یک ماه بی درگیری و آرامی در خلیج فارس. گروهی از مقامات و ناظران دولتی برای تفتیش به شهر خوجند رفتند بعد بحث و کشمکشات درباره خانه‌سازی و مالکیت و سهمیه. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت به صف نیروهای مسلح آغاز یافت. فرمان را در این باره امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه گذشته امضا کرده است. دعوت به صف نیروهای مسلح کشور هر سال با بحث و کشمکش و گاه جنجال و دعوا در کوچه ها همراه است. بعضی از جوانان از ترس بدرفتاری با آنها به ارتش نمی روند و یا خبری مرگ سرباز آنها را از خدمت دل سرد می کند. گزارشی را در این باره همراه می بینیم. همیشه برای خدمت در این مرز مقدس آماده می باشند. نمونه از جلب جوانان به ارتش تاجیکستان، مقامات سال دو بار در بهار و تیر ماه صدها و هزاران جوان را به ارتش می‌فرستند. در محفل‌های رسمی همیشه تاکید می‌شود که آنها اختیاری برای دفاع از مرز و بم به صف نیروهای مسلح پیوستند. اما بعضی از ساکنان می‌گویند پشت صحنه‌های گسیل با تنتنه واقعیت‌های دیگری نهفتند، از جمله سرباز شکار یا بازار بردن به ارتش، فشار به پدر و مادران برای فرستادن فرزندانشان به خدمت و جلب بعضی از جوانان بیمار به سربازی. چون این شکایت ها هر سال در رسانه‌های آزاد و شبکه‌های اجتماعی نشر و پخش می‌شوند، اما مقامات بسیار وقت نادیده می‌گیرند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است از اول ماه اکتبر تا ماه نوامبر امسال جلب جوانان به ارتش آغاز شود. طبق این فرمان جوانانی که سال 1999 تا سال 2008 تولد شدند، یعنی از 18 تا 27 سال دارند، باید به ارتش سفربر شوند. اما از حالا واکنشات به آغاز دعوت نو گوناگونند. تاکنون ده ها نفر در صحیفه های رادیوی آزادی نظر و پیشنهادهای خود را نوشتند. یکی از آنها با نام محمد علی گفته است که باید هر جوان خدمت کند و این قرض است. نصیبه عمر و ابراز حیرت کرده است که بعضی از جوانان تاجیک سالها در روسیه مردکاری کرده پول یافتهشان را برای خلاصی از خدمت سربازی در کشور صرف می‌کنند. کاربر با نام حبیب الله از مقامات خواسته است که هنگام دعوت به ارتش به جوانان بیمار و کمتوان کار نگیرند و شهرنویس دیگری با نام سنگلی گفته است حالا در تاجیکستان نه دعوت تیرماهی مانده است و نه دعوت بهاری، چون به ادعای او سرباز شکار در تاجیکستان تمام سال جریان دارد. رادیوی آزادی در یک سال اخیر درباره مرگ 6 سرباز خبر و گزارش نشر کرد. اکثر پیوندان آنها از شیوه و شرایط خدمت ناراضی بودند. پیوندان چند جوان هم به رادیوی آزادی شکایت کردند که پسران بیمار و معیوبشان را به ارتش بردند. در دو حالت پس از نشر گزارش رادیوی آزادی افراد بیمار را از ارتش جواب دادند. با این وجود مقامات هیچ دلیل جلب مجبوری به ارتش یا جلب جوانان بیمار را رسما اعتراف نمی کنند. مقامات با برگزاری معرکه‌های با تنتنه از بهتر شدن شرایط خدمت در ارتش و جوانان زیادی که اختیاری به ارتش می روند ستایش می کنند. یک گروه کاری برای تحقیق شکایت و دعواهای پای در هم بر سر زمین و تقسیم مالکیت و بنیاد بناهای بلندآشیانه از دوشنبه به شهر خوجند رفته است. منبع‌های آگاه رادیوی آزادی روز 31 آگوست با شرط فاش نشدن نام گفتند که این هیئت از 50 نفر و اساساً از نمایندگان آژانس مبارزه با فساد، دادستانی کل و کمیته ساختمان و معماری عبارت است. آنها استفاده درست زمین، بنیاد انشاءات و تا کجا رعایت شدن حقوق صاحب ملکان را می‌سنجیدند. در ماه‌های اخیر ساکنان چند بنای بازمانده از شوروی و مالک جمعه بازار در خوجند بر رادیوی آزادی شکایت کرده بودند که مقامات به رضایت آنها و پرداخت جبرانی عادلانه مالکیتشان را به شخصان دیگر به ویژه شرکت عصری‌ما واگذار کردند، چیزی که مالکان غصبی به اصطلاح ریدری نامیدند، ولی نمایندگان شرکت در یک نامه بر رادیوی آزادی کار خود را درست و قانونی پنداشتند. درباره شرکت عصری‌ما معلومات کافی در دست نیست.
چند حجت یافت شده در منبع‌های باز بیانگری آن است که عصر ما با بنیاد بلندآشیانه‌ها در شهر دوشنبه مشغول است. سالهای اخیر در تاجیکستان بحث‌های وابسته از منزل نو و کهنه زیاد است. ساکنان اکثر وقت شکایت می‌کنند که شرکت‌های بیناکار منزلشان را ویران کرده، در عوض جبرانی ناچیز پیشنهاد می‌کنند. ارتش آمریکا شب گذشته به موضع‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده است. جمهوری اسلامی گفت در عوض پایگاه‌های نظامی آمریکا را در منطقه هدف قرار داد. یک منصبدار آمریکایی در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که نیروهای ایالات متحده 2 پرتابگر موشکی ایران را در جزیره لارک زدند. با گفته او این اقدام پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران در حال آمادگی برای پرتاب موشک‌ها و آبراهای مهم هرمز بوده است. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. خبرگزاری رایترز و تلویزیون الجزیره از قول مقامات آمریکایی نوشتند که ارتش ایالات متحده شام یکشنبه 2 پرتابگر موشکی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لارک هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد در این حمله ها چند تن از نیروهایش کشته شدند. مقامات ایران بعداً گفتند که در واکنش به این حمله ها پایگاه‌های نظامی آمریکایی ملک حسین و الازرق را در اردن با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. ویدیوهایی را هم از پرتاب این موشک‌ها نشر کردند. ارتش اردن گفت که سیستم دفاع هوایی 8 موشک را راهگیری کرد که بامداد دوشنبه وارد حریم هوایی آن کشور شده بودند. رسانه‌های حکومتی ایران صبح 31 آگوست نوشتند نیروهای نظامی ایران در پاسخ به حمله نوی آمریکا با پهپاد به پایگاه‌های آمریکایی المنهاد در امارات متحده عربی نیز حمله ها انجام دادند. ارتش ایران گفته است محل جابجایی چرخبال‌ها و نیروهای آمریکا را در پایگاه المنهاد امارات با پرتاب ده‌ها پهپاد ویرانگر هدف قرار دادند. هفته گذشته فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی عملیات پاکسازی میناهای بحری از راههای کشتیرانی بین المللی تنگه هرمز را به پایان رسانیده و فعالیت‌ها در آن منطقه را با دقت زیر نظر دارند. حمله‌های 30 آگوست نخستین حمله‌های مستقیم آمریکا به موضع‌های نظامی ایران در بیش از یک ماه گذشته به شمار می‌رود و در حال رخ می‌دهد که واشنگتن در تلاش برای برقرار کردن رفت‌های کشتی‌ها در یکی از مهمترین گذرگاه‌های بحری جهان است. در پی حمله‌های منسوب به ایران به چند نفتکش در نیمه دوم ماه ایول ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حمله‌ها به نقطه‌های گوناگون ایران را انجام داد و نیروهای نظامی ایران نیز چند کشور خاورمیانه را هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار دادند. این درگیری‌ها عملاً باعث فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام آباد شد که در نیمه دوم ماه می از سوی پرزیدنت‌های ایران و آمریکا امضا شده بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با تنقید از حضور زیاد نابالغان در شبکه‌های اجتماعی به وزارت معارف و اداره‌های دیگر دستور داده است که برای پیشگیری از تأثیر منفی این شبکه‌ها بر روان نورسان پیشنهادهای مشخصی را به حکومت فرستند. با آنها 3 ماه فرصت داده شده است. امامعلی رحمان روز 31 آگوست ضمن سخنرانی در حضور آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی گفت که استفاده به معیار و به نظارت تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به سلامتی روانی، خواب، نطق، حافظه، قابلیتی از خودکنی، سواد و دانش، فعالیت و رشد جسمانی آنها ضرر جدی رسانیده است. رئیس جمهوری تاجیکستان از رفتار خوانندگان مکتب‌های میانه تنقید کرده است که به گفته او به جای آنکه کتاب خوانند، ملکه‌های خود را تشکل دهند یا به ورزش مشغول شوند، ساعت‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند. شیوه تعلیم در مکتب‌های تاجیکستان و سطح پست سواد شاگردان سال‌هاست که در جامعه بحث می شود و حکومت را هم برای سرمایه‌گذاری ناکافی ساحه معارف و ساختمان مکتب‌ها و جمع آوردن پول از والدان برای تعمیر مکتب‌ها پیوسته تنقید می کنند. با همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب ایکس را پیگیری کنید. خدا نگهدار.